سلام بچه، من امروز براتون 2 خونه کوچیک آموزش میدم که وسایل زیادی هم نیاز نداره. برای اولین خونه کوچیک باید 4 بلاک بکنید، پایینش هم بکنید، بعدش پایینش یه دونه کرافتینگ تیبل و اجاق گاز بذارید. بعدش جلوی کرافتینگ تیبل و اجاق گاز 2 هم صندوق بذارید. بعدش بالای کرافتینگ تیبل و اجاق گاز یه دونه تخت بذارید. بعدش جوب‌های وسایل هایی که گذاشتیم و کندیم اینجوری بذارید بلاک‌ها رو. خب الان اینها رو ببندید. خب. و الان باید اینجوری بالای خونمون اینجوری اینا رو بذارید. الان اینجوری خونه کوچیک و زیبایی داریم که وقتی خواستید برید بیرون فقط لازمه اینجوری 2 بلاک و 2 در رو باز کنید و برید بیرون. و وقتی خواستید به توی خونه برین فقط لازمه یه دونه در رو باز کنید و برید توش. خب برای دومین خونه کوچیک فقط یه دونه در و یه دونه درخت لازمه که باید درخت 2 بلاکش رو بکنید و این جاهاش در بذارید. و اینم از خونه کوچیکه. این فقط برای اینه که وقتی شب شد تا هم خونه نداری زود میتونی اون خونه رو درست کنی و شب رو توی این بگذریش. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.